و بالاخره در میامی فلوریدا مردی که به اتهام دزدی در دادگاه حاضر شده بود وقتی متوجه شد قاضی کیست اشکش درآمد. گزارش کاترینا مور رو ببینیم. دادگاه مثل همیشه رسمی بود. قاضی مشغول بررسی پرونده باند تبهکار میامی. آقای بوس، از شما سوالی دارم. اسم متهم آرتور بوس. شما مدرسه راهنمایی ناتلیس میرفتی؟ Oh my goodness. خیلی متاسفم که اینجا میبینمت. همیشه میخواستم بدونم که چه اتفاقی واسط افتاده. این واکنشی بود به چرخش روزگار از زمانی که این دو دانش آموز این مدرسه بودند. این دو که حالا روبروی همند سالها قبل در اینجا دوست هم بودند. آرتور بهترین بچه مدرسه ما بود. من با بقیه بچه‌ها باش فوتبال بازی می‌کردم. ببین حالا چه اتفاقی افتاده. من خیلی متاسفم که اینو می‌بینم. قاضی یادش بود که چقدر آرتور باهوش بود و درس خوند. ورزشکار بود و 2 زبان میدونست. بستگان متهم در دادگاه شهادت دادند که او انسان خوب و پدر با عاطفه‌ای بوده. بعد از این تجدید دیدار پرسوز و گداز، قاضی گلیزر با $44,000 وثیقه آرتور را آزاد کرد و این آخرین جمله است که به او گفت. آقای بوس، امیدوارم بتونی راهت رو عوض کنی. موفق باشی. کاترینا مور، BBC News.